این شما و این خوشمزه ترین کیک پیتزایی که قرار خودتون توی خونه درست کنین و مطمئنم که عاشقش میشین. فقط کافیه که برای خمیرش آرد و مخمر و شکر و نمک رو یکم با هم ترکیب کنین. آب و کم کم اضافه کنین تا جایی که خمیر جمع بشه و بعد روغن مایه رو بهش اضافه کنین. خوب ورز بدین تا یه خمیر لطیف به این شکل داشته باشین. حالا دیگه بره که 1 ساعت استراحت کنه. برای این پیتزای خوشمزه من میخوام از محصولات عالی پرولند استفاده کنم که تمام محصولاتشون خیلی خیلی با کیفیته. حالا بریم برای سرهم کردن پیتزامون. پف خمیر رو بگیرین، اون رو روی سطح آرد پاشی شده با وردن باز کنین و داخل یه قالب کمربندی به این صورت بذارین. حالا کف خمیر و اطرافش رو حسابی سس بزنین. دستور این سس هم توی کپشن براتون نوشتم. و از هر موادی که دوست دارین به ترتیب بچینین، پنیر بریزین و دوباره لایه لایه مواد و پنیر. هر چی که پرملات‌تر باشه خوشمزه تره. لایه آخرم حسابی پنیر بریزین و اینطوری با وردن خمیر اضافه رو جدا کنین. حالا پیتزاتون رو بذارین داخل فرن و بعد هم این خوشمزه جذاب و نوش جان کنین.